السلام علیکم اکای داملا، از شما بخشش زیاد برای این سوالم، ولی لازم است دانستن ما سوال از جانب یک زن. برای چی زنها را خدا به 2 شوهر یا 3 شوهر یا 4 شوهر اجازت نداد؟ چگونه ای که مردها را به 4 زن اجازت داد؟ بخشش زیاد ملال عصبی نشوید. الحمدلله که من عصبی هم نیستم، من هیچ وقت عصبی هم نمیشوم. سوال ما با این سوالم سوال هستید. برای این دانستن این خواهر عزیز ما لازم است و جای ملالیش هم نیست. اولا اگر شما فکر کنین وقتی که نمی کدام زن در رو برای شما ایستاده گوید برای چی شوهر 4 شوهر برای زن اجازت نیست، خودش سوال معنی ندارد. خودش سوال بی معنی است. زیرا اینکه هر چیزی را که خداوند حرام گفت او به حکمت نیست. چیزی را که خدا حرام گفته است، حتمی حرام های پروردگار به ضرر ماست و به قدر و به قیمت شدن ماست. هیچ کدام حرام کرده پروردگار برای ما نفع بخشیدگی نیست یا قدر و قیمت ما را بلند کردگی نیست. شما اینا فکر کنید چیزی را که خدا حرام گفته است، کنی بینین کننده های همون اجرا کننده های همون ها کیا هستند، چی منزلت دارند، چی آبرو دارند. اگر همین 4 روزه آبروی دنیا را شما در نظر داشته باشید، این آبرو نیست. برای همین اولا خواهر عزیز، خدا در قرآن شما می توانید که سوره نساء خود در اطراف زنها سوره آمده است به نام نساء، یعنی زنها. در خود سوره زنها خدا داناست آیت 3 است. آیت 3 همین سوره نساء پروردگار میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. خدا میگوید پس برای نفس های خودتان ای مردها نکاح کنید 2 زن، 3 زن، 4 زن. یعنی بعضی ها میگن که مردها در 7 زن رواست، بعضی مردها در مثال چند زن رواست. نه، اساسش برادر از همین آیت قرآن، آیت 3 از سوره مبارکه نساء. حالی امروز قرآن ها هم با کریلیکی تحلیل شدگیند. شما میتونید قرآن ها را با حروف های عربیش هم که نفهمین با حروف های گویم کریلیکی روسی قدیم تحلیل شدگیند. شما میتونید که آیت 3 سوره نساء را تماشا کنید. خدا میگه 2 زن، 3 زن، 4 زن برای مردها حلال گردانید. اولا در جواب این خواهر ما این میستد که آیت قرآن است. ما اطراف این محاکمت حق نداریم که گویم برای چی خدا 4 زن مرد حلال گفت و 4 شوهر به زن اجازت نمیدهد. اولا ما اطراف این در حقوق محاکمه نداریم، اطراف این کار کردن در حق نداریم، مگر بعضی عقل‌های بودن که خب بعضی حکمت‌های این آیت خبر دادن. بعضی این آیت ها را، این آیت حکمتاش خبر دادن. یکم نسب بسیار نقش کلان می‌بازد. ولی خواهرای عزیز، این 4 زنگی از اسلام این جانبه پیش از اسلام تا 100 زن داشتن. عدد معین نبود، چند زنی میگیری گرفتن بگی. وقتی دین اسلام آمد حتی که دیگر برای اونها محرمشون هم گرفتن درست بود. بعضی پدرها آیات قرآن است، بعضی پدرها وقتی که زنهاشون از سر میدادن فرزنداشون با نکاح کردن میگرفتن. ببینید سوره نساء، خود سوره نساء را تماشا کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. خدا میگه نکاح نکنید آن زنهایی را که پدرهاتون نکاح کرده بود. یعنی فرزندان نکاح کردن میگرفتند. ولی این تازگی و این رعایه و این معرفت و این مدنیت از اسلام این جانب آمده ایستاده است.
بی‌عدد بود زنهاشان. یکم نسب باید ثابت باشد. ببین اگر یک زن 2 شوهر دارد یا 3 شوهر دارد، آبی که در او داخل می شود وقتی مخلوط می شود عررش می شود، این نسب ایکی ثابت است؟ معلوم نیست این فرزند کیست. پگاه یک دعوا می شود، این از کی حساب کنیم، از کدام شوهرش معلوم نیست. برای همین است که حتی در مذهب خود مانند زنی که حامله دار باشد میگد نکاح کردنی، اگر از یک مرد بیگانه حامله دار شد، یک انسان دیگر میخواهد که همین حامله دار نکاح کرده گیرد. فقهای ما و شما، عالم های ما و شما رخصت دادن که نکاح کردن درست، ولی با او همخوابه شدن نادرست تا وقتی که این فرزند تولد کند. زیرا نسب ای از فلانی معلوم است، اول تولد کند، فقط نکاح کردنش درست، همخوابگیش درست نیست. برای یکم نسب است. نسب که ثابت نباشه، فرزند کی بودنش ثابت نباشه، این دنیا همه حبطه می شود. دیگر اینها را با کی ازدواج میتی؟ چی میدانی که او دختری تا از بچه کی است؟ دیگر هم تا عررش می شود یا غضب خدا می شود. دیگر دویم شوهر و سوم شوهر این مثل زنا هست. وقتی زنا که زیاد شد، خداوند گفت مردن زیاد می شود، نابود شدن مردم، ویران شدن دنیا زیاد شدن بگیرد تا چند زنا زیاد شدن گیرد. دیگر پروردگار میگوید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا میگه ما از نفس شما مردها زنها را آفریدیم تا که در پهلوی اونها شما آرام گیرید. اگه تصور کن که زن خدا میگن ما از شما آفریدیم به خاطر که در پهلوی او تو آرامش پیدا کنی. اگر زنی 3 شوهر داشته باشه از کجا آرامش پیدا کنی میتونی؟ نه در پهلو که زن میافتی یا نه دست شگرفته از صحبت داره که شوی دویمش میدروید یا شوی سیمش میدروید. چی میشه حال؟ کنی راحت، کنی آرامش. ببینید بین اینا چی جنجالای میشه. برای خدا میگه لتسکنوا الیها، ما اینا را آفریدیم که در پهلویشان شما آرام گیرید. اما آرامش های بین نرود، دیگه آرامش نیست. این حکمت ها را ببینیم. دکترها را پرسین که یک زن اگر 2 شوهر 3 شوهر 4 شوهر هم خوابگی کنند، آیا نفس زن به ضرر میمونه؟ جهت های طبی شد. دیگر یک دلیلی گویم که عقلی، دلیل های عقلی. یک مرد 4 طفلی دارد، 4 طفلی. ببینین هر کدامکش گویم که هر روز میپوشی، در نتیجه همین خیلی مدت زیاده برای تو بسنده است. ولی اگر یک طفلی را برای 4 کس بخری چه میشه؟ 4 کسی از طفلی را میپوشه، همین هر روز تیکه تیکه میشه، تمام میشه. همین خیلی نیست این شما خودتون با همین ذهناتون فکراتون قطعی کار کنید. برای من امکانیت ندارد خواهر عزیز، چیزی را که خدا میداند بنده نمیداند. چیزی را که خدا حرام گفته است مهربانی خداست، چیزی را که حلال گفته است این مهربانی خدا برای بندگانش است.